خانه بی صدا. چگونه تکنولوژی گرمای خانواده را سرد کرد؟ در گذشته خانه ها شاید ساده تر بودند. نه تلویزیونی بزرگ، نه موبایل هوشمند، نه اینترنت پرسرعت. ولی با تمام سادگیشان دلها گرم بود، حرفها زنده بود و لبخندها صمیمی. پدر با مادر می نشست، فرزندان در کنارشان و شب هنگام صدای صحبت و شوخی فضا را پر می کرد. امروز با آنکه دیوارهای خانه زیباتر شدند ولی دلها دیوار کشیدند. هر کسی حتی وقتی در یک اتاق است در جهانی دیگر سیر می کند. یکی در رسانه‌های اجتماعی غرق شده، دیگری سرگرم ویدیو، سومی در بازی‌های آنلاین. فضای خانواده آرام آرام ساکت شده. نه صدای محبت، نه گفتگوی دلنشین. آیا این همان پیشرفتی است که به دنبالش بودیم؟ قرآن کریم خانواده را محل آرامش معرفی می کند. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. و از نشانه های اوست که برای شما از جنس خودتان همسران آفرید تا نزد آنان آرامش یابید و میان شما مودت و رحمت قرار داد. ولی وقتی این آرامش زیر سایه وسایل دیجیتال کمرنگ می شود، باید ایستاد و فکر کرد. تکنولوژی بد نیست، اما اگر جای انسان را بگیرد خطرناک است. موبایل باید ابزار ما باشد، نه که ما ابزار آن شویم. اگر سر سفره حرف نمیزنیم، اگر فرزندان به جای آغوش مادر در صفحه تبلت آرامش میگیرند، بدانیم چیزی را داریم از دست میدهیم. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بهترین شما کسی است که برای خانواده اش بهترین باشد و من بهترین شما برای خانواده ام هستم. این سخن نشان می دهد که میزان خوبی ما در رفتار با خانواده مشخص می شود، نه در دنیای مجازی و فالوور و لایک. پس بیاییم یک تغییر کوچک در زندگیمان بیاوریم. شبها 1 ساعت همه موبایل ها خاموش، هنگام غذا گفتگو نه اسکرول. 1 شب در هفته فقط برای خانواده، نگاه در چشم همدیگر نه در صفحه موبایل. شاید همین تغییرها دوباره آن گرمایی را برگرداند که روزی در خانه هایمان جاری بود. گرمی خانه نه با بخاری که با مهربانی زنده می شود. تکنولوژی باید در خدمت انسان باشد، نه که انسان قربانی آن شود.